سلام عزیزای دل، خدا کنه که جور صحتمند باشین. البته خوشی مهتاب هستم، یک بار دیگر در حضورتان حاضر شدم. و دوستای عزیز، قسم که همگیتان آگاه هستین که ما چند وقت میشد که مریض بودم، بسیار مریض بودم و همه قسم نتونستم که به برنامه های مداومه بدم. و دوستای عزیز، فعلا کارهای جدید آغاز کردیم. البته ما بعضی کارهای دستی را میکردم، تابلوها را میساختم، امرای این دفتر جدید ما از دفتر کاری ما است. البته دوستای عزیز، کارهای جدید آغاز کردیم و بعضی همه قسم دیزاین ها را که شما میبینین اینجا، این دیزاین های است که ما این را به دستای خود رنگ آمیزی میکنیم و این کس از نی ساخته شده، چوب است، نی است و ما این موره ها را درش علاوه میکنیم. امی رقم کارهای دستی را ما به شما دوستا کارهای دستی خود ماست میسازیم. در پالی از این که البته کارهای هنری مرا پیش میبرم، در پالی از این کارهای دستی را هم شروع کردیم، کارهای آرت شروع کردیم، آرتست. البته دوستای عزیز، البته من خودم علاقمند زیاد دارم، بسیار چیزهای مقبول انتیک خوش دارم و همه قسم این تابلوها را تابلوهای دستی است که ما خود ما اینا را در دفتر جور میکنیم. البته الله جل جلاله است، نامای الله جل جلاله. همه قسم اینا را ما کارهای دستی خود ماست که اینا را رنگامیزی میکنیم، با دست موره ها را علاوه میکنیم، همه قسم چیزهای زیبا و مقبول بر شما دوستا آماده میسازیم و به فروش میرسانیم. با بعضی دوستایی که هدیه میکنن به اونا ما آنلاین آردر هم داریم، کسایی که آردر میتن آنلاین کار هم داریم و این چیزهایی هست که ما خود ما میسازیم. و دوستای عزیز، همه قسم کارهایی که میبینین در بالی از این ما بعضی کارهای دیگه هم هست. البته یوتیوب چینل ما دوستای عزیز همین رقمی کارهای دستی است. البته خودم تنها نیستم عزیزای دل، کارهای دیگه من همراهیم هسته. و دوستای عزیز، در پالی از این که ما برتان بعضی کوزه های دستی را که ما جور کردیم، بعضی الیکاینا را جور کردیم و ما یک گروپ هستیم، همکارای ما همراه ماسته. همه قسم ما در پالی از این یک آشپزی هم برتان میکنم دوستای عزیز، به خاطر که بسیار وقت شده بود ما برنامه نتونستم برتان بسازم و در پالی از این کارهای دستی را گفتم با شما دوستان نشان بدم و کارهای جدید من نشان بدم. در پالی از این یک آشپزی هم برتان میکنم. عزیزای دل، اگر آشپزی ما به دلتان نبود خیره، خنده نکنین، به خاطر که بعد از بسیار وقت بعد ما و شما دوستا آشپزی میکنم و البته قرمه گوشت است همراه چلاو و به شما دوستا میخوایم که یک آشپزی هم داشته باشم. بعد از بسیار دیر بعد آمدم و عزیزای دل لطفا ازتان آرزو میکنم، ازتان خواهش میکنم، ازتان میخوایم که بر ما دعا کنین که ما صحتمند شوم. امین اکنون هم ما کامل صحتمند نشدیم. البته دوستای عزیز، یک کمک ما بسیار ضعیف شدیم و خاطر که نان هیچ چیز خورده نمیتونستم، فقط جوس میخوردم. و دوستای عزیز لطفا بر ما دعا کنین، در حقم دعا کنین که خداوند هر چیز زودتر شفای عاجل نصیب تمام مریضایی که هستن، نصیب از اونا هم شفای عاجل کنه و با ما هم شفای عاجل بده خداوند بزرگ مهربان. و دوستای عزیز، از دعایتان مرا فراموش نکنین و عزیزای دل فراموش نکنین که چینل ما سابسکرایب کنین، همراه دوستایتان شریک بسازین. و دوستای عزیز، من میرم که بعضی کوزه ها و بعضی کارهای دستی دیگر در دفتر ما که وجود داره و شما با تصویر بکشانم. با ما باشین، میریم به طرف بعضی چیزهای دیگه. دوستای عزیز، البته قسمی که من گفته بودم کارهای دستی میکنیم، تابلوها میسازیم. البته من خودم تنها نیستم، هم کارهای دیگه همراهیم هسته و اینجا دفتر کاری ما هسته. خواستم که یک باری همه چیزها را به شما با تصویر بکشانم. و دوستای عزیز، اگر کسی میخواید تابلوها فرمایش بده، آنلاین هم فرمایش داده میتونن، نمبر تلفن هم میزنیم، شما میتونین فرمایش بدین. و دوستای عزیز، این هست تابلوهایی که ما میسازیم، کارهای دستی خود ماست. و دوستای عزیز، ما باید فعال باشیم، همیشه باید
تنها یک کار پشتش نگیریم، کوشش کنیم که خود در یک جای برسانیم. همیشه کارهای جدید، کارهای نو آغاز کنیم. و دوستای عزیز، همه قسم ما خواستم که البته من خودم بسیار زیاد این مرا خوش دارم، بسیار یک دیزاین های مقبول دکوریشن دفتر، اتاق، خانه را بسیار زیاد دوست دارم دوستای عزیز. و این رقم تابلوها را خب بسیار دوست دارم و ما از این رقم تابلوهای کارهای دستی هم میکنم و میسازم همراه همکارایم. و دوستای عزیز، در پالی از این بعضی کوزه ها را که اینی رقم چیزها را میسازیم، بعضی بیاین ببینین تمام دفتر ما ای است مواد لازمه ما که از این موره ها و چیزا ما استفاده میکنیم برای بعضی تابلوها و کارهای دستی و کوزه ها. و دوستای عزیز ببینین البته بسیار کار مشکل است، اما بسیار کاری است که ازش لذت میبریم. وقتی که یک چیز دیزاین میتی بسیار البته بسیار میبینی که چقدر مقبول زیباست، در اتاق یا در دفتر کاری میمونی بسیار مقبول معلوم میشه و باز ما او وقت احساس راحتی میکنیم، میگیم که البته و شکر خدا بعضی کارها را ما میتونیم بکنیم. اینی کارهایی هست که همگیش کارهای دستی است. و دوستای عزیز ببینین بسیار چیزای انتیک است و تسبیح های همه را ما اینجا داخل دفتر دیزاین کردیم. البته لباس هم دیزاین میکنیم و کارهای مدلنگ هم پیش میبریم. البته این بسیار یک تبلگک انتیک است ببینین دوستای عزیز. و اما قسم کارهای دیگر هم بریم. بعضی کوزه هایی که کوزه های دستی ماست دوستای عزیز، اینجا هر قدر لوازم که هست همش کارهای دستی خودم و از همکارای ماست. و این است الیکین. این الیکین هم ما خودم جور کردیم و این در برق داده میشه و یک بسیار مقبول دیزاین روشنی مقبول. البته حالا خو نمیفهم اینجا ساکت از برق غیره بودیم، یک بار روشن کنیم بر دوستا. روشن میکنیم نشان میتیم بر دوستا که چقدر اینجا آشپزخانه است. البته دوستای عزیز اینجا لایت ببینین، ما لایت روشن میکنم. البته ببینین دوستای عزیز ای است، ای همه را ما خودم میسازیم، کارهای دستی ماست، خودم هستم همراه همکارایم. و همه قسم همه کارهای دیگه که هست تمامش کارهای دستی است. البته استاد ما هم است، کسی که بر ما یاد میده این کارا را. البته اینجا ببینین دوستای عزیز بعضی این همه ایرم خودم البته ساختیم عزیزای دل، کار دستی است. بوتل از بوتل ها را رنگ آمیزی دیزاین میتیم و موره ها را بهش علاوه میکنیم. همین رقم بعضی چیزهای دیگر هم و این کوزه ها را هم رنگ آمیزی میکنیم. و دوستای عزیزی همه کارهای دستی خادم و از همکارایم است. و عزیزای دل اما قسم با این همه چیزایی را که من و تصویر کشاندم با شما دوستا، در پالوی از این آشپزی هم داریم. و خدا کنه که از برنامه خسته نشین و برنامه آشپزی را هم با شما شروع میکنم. و دوستای عزیز این همه بود کارهایی که ما جدید آغاز کردیم دفتر کاری ماست و در پالوی از این مدلنگ هم داریم و با شما دوستا همه را به تصویر میکشانیم. دوستای عزیز حال من میرم به طرف آشپزی را شروع میکنم و با ما باشین.
عزیزای دل، قسمی که گفته بودم که ما آشپزی دارم. البته پیاز رومی را یک عدد پیاز همراه رومی علاوه کردم در دیگ. پیاز سرخ شد، بعد از رومی را علاوه کردم دوستای عزیز. البته برنج پخته میکنم. ما برنج سفید هم برنج همیشه ما خوش دارم که یک عدد پیاز و رومی بندازم، به خاطر ذائقهش و مزهش بسیار خوبش میاره. و دوستای عزیز گوشت هم قبلا ما گوشت پاک کردیم، گوشت میشویم و گوشت هم مندازیم دوستای عزیز. البته می رومی ما یک کمک حل شود. بعد از او باز ما برنج علاوه میکنیم. وقتی برنج پخته شد باز گوشت و شما دوستا گوشت پخته میکنم. البته ما همی گوشت میشویم دوستای عزیز. تناستم کسی دیگه همراهیم نیست و این گوشت هم قسمی است که بیشکی دیگه مرا خوشم نامد. ششتنش بسیار مشکل است. البته خود دایرکتر را بگویم که بیا می گوشت خودت پاک بشوی. این خو هر چیز داره، مرداری هر چیز داره. دایرکتر صاحب بیا می گوشت خودت بشوی. ما دیگه نتانستم دیگه، بسیار مرداری داره. دوستای عزیز گوشت ماندم با دایرکتر که خودش گوشت بشویه. بعضی چیزکا داره. البته در وقتی که گوشتان را پاک میکنن پوست میکنن بعضی قصابا درست نمیکنن. به مو خاطر او یکم مرداری داره و او را خود دایرکتر باید بشه. کار من نیست، کار من قبول دیگهش کار من نیست. و گاز نمیکنم چرا کم است. و دوستای عزیز ما در دفتر کاری خود آشپزی میکنم. نمیفهم که اگه آشپزیم خراب بیاید همکارایم همراهیم هست خنده نکنن و خدا کنه که آشپزیم خوب بیاید. و آب مدنی میشه بگوین آب مدنی کجاست دوستای عزیز؟ البته ما یک کمک نابلد هستم در آشپزخانه. البته نابلد هستم به خاطر که ما اولین بارم است که آشپزی میکنم در دفتر. و عزیزای دل سرپوش بوتل هم بسیار شخص. همراه من باید یک نفر باشه که یکی بر ما بوتل آب سرش باز کنه و دیگه پیاز هم میده کنه، دیگه رو میدم میده کنه. همه قسم با یک نفر نمیشه دوستای عزیز، هیچ کار نمیشه با یک نفر. و خدا کنه که برنجم به مزه نبیاید. در خانه که می باشیم هر رقم بیای خیر. و در دفتر وقتی جای کاری ما می باشه آشپزی میکنیم بسیار لاف لوف میزنیم و دیگه هم صحیح نبیاید باز عزیزای دل باز دیگه مزه نمیده. البته زیاد تشنه شدیم یکم آب بنوشم. و دوستای عزیز حالا ما برنج علاوه میکنم. بسم الله. خداوند دیگه خودش رحم کنه که دیگه ما خوبش به شما دوستان گپ نزنین، ریشخندی نکنین، کامنتای مثبت بتین. ما آشپز نیستم، در آشپزی قدر زیاد لایقم نیستم دیگه. بعضی چیزا رو که اما قسم برنج را خودم خوش دارم امیره تکلا میتونم و دیگه غذاها هم کوشش میکنم که یاد بگیرم و شما دوستا پخته کنم. و دوستای عزیز
آشپزی بسیار کار مشکل است. من همه کار با بسیار خوبی میکنم. وقت آشپزی میشه یکم دست پای میلرزه، به خاطر که میگم خراب نمیهای از پیشم. ببینیم دیگه، توکلمو به خدا. نمکش یکم که ببینم کم نمک است. ما در برنج هیچ چیز نماندازم، فقط یک عدد نیم عدد رومی و نیم عدد پیاز انداختم. میگم به خاطر که نمیفهم نمک، این نمک که هست بعضی ها زیاد نمکی نمیخورن. حالا نمکش درست شد. و دوستای عزیز، آبش هم میبینیم که آبش چقدر است. البته برنج تر کرده بودیم، باز هم برنج درست تر نشده. یک کمک آب علاوه میکنیم بهش. خدا کنه که شوله نبیاید. خب هرچی که شد دیگه. اولین بارم که نیست، اما بعد از بسیار وقتا آشپزی میکنم. مریض بودم. دوست عزیز، همه چیز برنج انداختیم، سر دیگه بسته میکنیم و سر دیگه خودم بسته کردن نمیتونم. خواستم که در پالوی کارهای دیگه یک آشپزی هم داشته باشیم و به خاطر یک کمک 4 عدد رومی و یک 2 عدد 3 عدد پیاز. همه چیز ما آماده است. بعضی چیزا را ما در یخچال میمانم. پیاز رو میره به خاطر که آشپزخانه بروار نشه. دوست عزیز ببخشید، سر صدا خو میشه دیگه. آشپزخانه سر صدا خو میشه و بعضی چیزا را ما ببینیم که در دستشوی وقت برنج چیزا میره بند میمونه. من میره خالی کنم که در داخل دستشوی ما بند نشه و این گوشت را که دایرکتر ما گرفته. خو این گوشت خو چی بگویم دیگه دوستای عزیز. عزیزای دل، پیاز رو میره تیار ماندیم، فقط منتظر هستیم که برنج آماده شود و ما شروع به کارهای دیگه خود بکنیم. دوستای عزیزی است برنج چیزای ما. برنج چیزا را در دیگ انداختیم و بعضی جایا را پاک کنیم. البته از روغن زیتون استفاده کردیم دوستای عزیز. و برنج گوشت اگر نمیفهم که نه گوشت خود زود نرم نمیشه، باید در دیگ بخار یک بخار بده میشه.
دوستان یک کمک منتظر باشین. ما امی ملاقه ما بکنیم یک دو ظرف مقدار است اینا را بکنیم. البته در برنج من مساله نمیندازم و در دیگه چیزها در قورمه یک کمک مساله میندازیم. ببینیم که مساله کدام چی رقم مساله داریم در قورمه علاوه کنیم. ما ببینیم مساله را که چی باید البته دایرکتر صاحبی مساله را بر ما بگو که قورمه میتونیم بندازیم استفاده کنیم، از این میتونیم استفاده کنیم. خب و دیگه چیزها رو نمیتونیم استفاده کنیم. این مسالهش بسیار خوشبودار مساله است. نمیدونم مساله چی است. همه قدر کفایت میکنه دوستان عزیز، همه قدر کفایت میکنه. مساله قورمه گوشت است. البته دوستان عزیز در پیاز رومی علاوه کردیم و این دو چیز دیگه که است اینا را دوباره میونیم فکر میکنم میش چیز زردچوبه سیره دوباره پس در جایش میمانم و نمک علاوه میکنم. نمک در پیاز رومی مساله را همه چیز علاوه کردم. دوستان عزیز باش که نمک بسیار شوره و دیگه چیز خود ضرورت نیست. همینقدر کفایت میکنه تا اینجا میمونیم و نمیفهم 15 دقیقه شد دایرکتر صاحب. دوستان عزیز میبینیم که ساعت تایم ما پوره شده، 15 دقیقه پوره شده یا نه. همه چیز آماده ساختیم دیگه دوستان عزیز، فعلا هیچ کدام کار نیست، تمام کارا را کردم و منتظر هستیم که برنج پخته شه و بعدا گوشت پخته میکنیم. عزیزای دل، قسمی که گفته بودم آشپزی میکنم، آشپزی ما تیار شده. البته برنج همراه قورمه پخته کردیم و دوستای عزیز ببینین دیگه برنج صافکی است، دم پخته است همراه قورمه گوشت گوسفند. میبینیم مزهش که چه رقم مزهدار آمده یا نه. دوستای عزیز بعد از وقتا دیگ کردم البته و یکم مریض هم بودم دیگه، کم ما کرم شما. البته دوستای عزیز بسیار مزهدار است، به همکارا هم دادیم و شما شاید بگوین که خوشی جان خودش صفت غذای خودم میکنه. البته کسی دیگر نیست که تعریف کنه، خودم تعریف میکنم. قسمی که اسما جان تعریف غذای خودم میکرد، ما هم قسم خوب است دیگه، مزهدار است. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی ما. منتظر برنامه های جدید ما باشین و منتظر کارهای جدید ما باشین. وقت خوش، خدا نگهدار.